به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات خدمت همشهریان عزیز کابل عرض می دارم که ما و فامیلم دخترکان و اولادایم همینجا به همراه شما هستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات صلح حل شود. از نیروهای امنیتی و از نیروهای تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که در هر جایی که هستند امنیت جان و مال مردم نگاه کنند و توجه به امنیت جان و مال مردم بکنند. هم نیروهای امنیتی ما هم نیروهای تحریک اسلامی طالبان و با مردم سلام میکنم که با آرامش در خانه های خود باشند. ما در کوشش هستیم که با بزرگان طالبان از راه مسالمت و برادری و وطنداری و وطن دوستی مشکل افغانستان حل شود. به می خاطر خواست با امرای شما صحبت کنم تا استراب در دل ما راه نته و به جرأت و متانت موضوع کشور خود حل کنیم. باز سلام میکنم به نیروهای امنیتی خود ما و تحریک اسلامی طالبان که هر جایی که هستند جان و مال مردم حفظ کنند و نگذارند افراد شرانداز و پتاتریک و دزدار که زندگی مردم به خطر بندازند. سلامت باشین، آباد باشین تا که دوباره با برایتان صحبت کنم.